دوستان، اولین شرطش که به درآمدزایی ربط داره اینه که اول توضیح بدم دربارش. شما میتونید به پیام رسان کانال پیام رسان روبیکا اونجا وارد بشید و یک کانال بزنید و در اونجا عکس و ویدیو از این چرت و پرتا بذارین، هر چی بذارین اشکال نداره. اونم به شما درآمد ریالی میده، یعنی به ریاله. مشکل اولش، شرط اولش اینه که پولش به ریاله، همینش یکم کارو اوضاع رو بدتر می‌کنه. یعنی آسونه، داخلش ویدیو هر چی میخوای بذاری میذاری. تا اون بعد تکه‌ای داره که درباره کسب درآمدشه روبیکا. هم میتونید تو روبینو فیلم بذارین، هم داخل پیام رسان روبیکا. داخل پیام رسان بذارید، داخل روبینو هر دوش درآمدش یه جوره. فقط یه شرط دیگه هم داره، اون ریال میرسه مثلا به 100 تا 200 تا 300 تا. یه مشکل داره، شما باید به 500 ریال برسید که بتونین پولتون رو برداشت کنین، یعنی روبیکا نمیذاره. مثلا من به مثلا 214 ریال رسیدم، ولی هنوز بقیه‌اش انجام ندادم، چون بیشتر کارم توی یوتیوب انجام میدم، چون درآمدش خوبه، به دلاره. اگر میخواید روی یوتیوب بیشتر بدونید، ویدیوی بعدی که قرار بذارم حتما نگاه کنید. خب آره، میرم داخل گوشی کار رو انجام میدم که چجوری میتونین کانال بزنید و به راحتی به درآمد برسید. دوستان، وارد روبیکا میشین و وارد خانه و از این سه گزینه بالا، از این چهار گزینه بالا که هست، شارژ اینترنت، سفارش غذا، بلیط سینما، میذارید روی کسب درآمد. اینا رد میکنید، اگر دلتون میخواد بخونین رد میکنید و به اینجا میرسید. درآمد شما تا اکنون به 214 ریال است. حداقل درآمد موجود جهت تصفیه حساب 500 ریال است. یعنی شما به 500 ریال برسید تا بتونید این پول رو برداشت کنید و بقیه‌اش باید بیشتر هم خواهد شد. روی کسب درآمد میزنید و اینجا گفته میخوان داخل کسب درآمد پیام رسان باشید یا کسب درآمد روبینو. من داخل روبینو خیلی ویدیو نمیذارم، داخل کسب درآمد پیام رسان میزنم. خب این هم شما میتونید کانال بکنید. کانال من چیه؟ بازی های مد شده، یعنی چرت پرت میذارم، بازی های مد شده میذارم. حتی الکی مثلا بازیش بالا نیاد ولی میذاره آدم، اون دیگه پول میده، مثلا نگاه نمیکنه مشترکاتون چقدره، میتونید مشترکاتون اضافه کنید، مثلا هر چی که چیز داشتین اضافه کنید دیگه. حتی مشترکام نداره خیلی. وارد اینجا بشین، نمیشه داشبورد کسب درآمد، اونی که بزنید 168 درآمد کانال که مهم نیست، باید این نموداره. و شما تا وقتی که به 500 ریال نرسید نمیذاره، روبیکا نمیذاره که پول رو برداشت کنید. روی این کیف پول که بزنید داخل این سه قسمت نمیشه مرزا قنبری ریال صفر، چون هنوز به 500 ریال نرسیدم که بیاره. و اینجا چه راحت برداشت، انتقال وجه، ارسال لینک، و میتونید به شارژ هم برای خودتون بگیرید، اینترنت هم میتونید بس اینترنتی بگیرید و همه چیز رو راحت میکنه و این خیلی کار آسونیه. شما فقط کاری نداره، یه کانال میزنید، کانالش هم که توی ویدیوی بعدی میذارم که چی کانال بزنید به راحتی میشه کانال زد. 2 3 تا 4 5 تا دلتون بخواد بزنین، آدمایی که دوست دارین رو عضو کنین و ویدیو بذارین. از هر جا ویدیو بذارین اشکال نداره، درباره چیز بذارین، اون دیگه خودش هرچی ویدیو بیشتر بذارین اونم بعدون ریالی میده. ولی مشکل بعدی داره، پولش به ریاله، همینش فقط قضیه رو بد کرده. دوستان، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما کانال رو سابسکرایب کنید، واقعا نیاز دارم که به حمایت شما ویدیوهای بیشتری بذارم درباره هر چی، در موضوع یوتیوب، آپارات و این ویدیویی گذاشتن دربارش. و ویدیوی بعدی اگر این لایک ها به 2 تا برسه، چون هنوز از کم شروع میکنیم، کم کم به بالا شروع میکنیم، به 2 تا برسه لایکاش میذارم توی ویدیو، میذارم که چوری کانال بزنید داخل روبیکا. مثلا وقتی یاد داشته باشید، بعد یاد نشه باشن
به 2 لایک برسه براتون میذارم که راتیب کانال بزنید. دوست دارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.